يرسو حق يريون باسو مختار يرسو حق يريون باسو. همشهریان عزیز، حسن خدمت مختار لورستان نایب اسکرمی بیانیه دارن از سی اسکرمی اون چطور گفتن حالش خرابیه اون حالش زیان اون بفرمایید مهندس ببینیم چی بکنه به. بسم الله الرحمن الرحیم و بی نستعین. آقای ویسکرمی و نماینده به اصطلاح لور و نماینده مردم خرم‌آباد و هومه، شمایی که پرچم صیانت و انقلابی بودن و دین و مذهب به دست گرفته اید. آری الان عصر تکنولوژی است و ما میبایست پلی بین علوم نوین و دین برقرار کنیم. آری الان باید ها به پای دنیا حرکت کنیم و پیشرفت کنیم و ما و زمانی که جوانان غیور ما در خط اول جبهه بودند و از این مردم حمایت و دفاع میکردند، شما معلوم نبود در کدام سوراخ سنبل قایم شده بودید. ایشنوش میکرد داداش. و زمانی که سیل پل دختر آمد، شما معلوم نبود در اصفهان به ایشونوش میپرداختید. ایسه بیا به پیای اپیای بیخومیای سری چهارا نفتی تا به مختار که یک بکده گوشه. بفرما مهندس. آری نه مهندس ولش کن، ولو ارزش ناره. نه ولش کن، ولو ارزش بیانیه هم ناره. یا چوری باش، ولش کن فشار بخیر. نه مهندس شما آبروی ما لورها رو برده اید. ولو بمیشه ولو مردم خودی دیگر حرفی ندارید. مختار خیلی حالش خرابه. امیدوارم یا دخو بیاد والو ایسا بیار بیا آیا بسکرمی اوی منم شد بکن